راز تاریک حرم سرای کیم جونگ اون دنیایی پشت دیوارهای آهنین در دل یکی از بسته‌ترین و مرموزترین کشورهای جهان یعنی کره شمالی یک دنیا اسرار پنهان شده، کشوری که هر روز صدها هزار انسان از ترس فرمان برداری می‌کنند و در راس آن مردی قرار دارد که جهان را با لبخند سرد و نگاه یخ‌زده‌اش به لرزه می‌اندازد. کیم جونگ اون اما پشت این دیکتاتور خندان یک راز تاریک‌تری خوابیده. رازی که کمتر کسی جرأت کرده در موردش حرف بزنه. حرم سرای شخصی رهبر کره شمالی. آیا واقعاً کیم جونگ اون یک حرم سرای پنهانی دارد؟ این دخترها کی هستند؟ چگونه انتخاب می‌شوند؟ و سرنوشتشان چی میشه؟ آماده شو، چون این داستان تاریک‌تر از اونی است که فکر می‌کنی. قبل از تماشای ویدیو چینل ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فشار دهید و برای حمایت از ما ویدیو رو لایک و شیر کنید. اولین گزارش ها از وجود حرم سرا در کره شمالی به دوران پدر کیم جونگ اون یعنی کیم جونگ ایل برمیگرده. گفته میشه او گروهی به نام جوی تیم یا تیم لذت تشکیل داده بود. دخترهای زیبا آموزش دیده و متی که تنها یک هدف داشتن، سرگرم کردن رهبر. پس از مرگ کیم جونگ ایل در سال 2011 پسرش کیم جونگ اون نه تنها این سیستم رو حفظ کرد بلکه اون رو گسترش داد. حالا این تیم مخوفتر، منظمتر و مرموزتر از هر زمان دیگه است. بسیاری از افرادی که موفق شدن از کره شمالی فرار کنند شهادت داده اند که رهبر جوان یک مجموعه خاص از دخترهای جوان، بعضیها حتی زیر 18 سال، رو از سراسر کشور انتخاب میکنه. وقتی کیم جونگ اون دستور تشکیل نسل جدید جوی تیم رو صادر میکنه، همه چیز از مدارس آغاز میشه. مامورانی از طرف دولت به مدارس دخترانه میروند. آنها دنبال دخترهایی هستند با چهره خاص، پوست سفید، قد متوسط، بدن لاغر و مهمتر از همه وفاداری کامل به حزب و رهبر. خانواده‌های این دختران معمولاً اطلاعی ندارند که فرزندشان دقیقاً به کجا میرود. فقط به آنها گفته می شود دختر شما برای خدمت ویژه به کشور انتخاب شده. برخی فکر می کنند فرزندشان قرار است در کاخ کار کند، اما واقعیت ترسناکتر است. این دخترها پس از انتخاب به یک مرکز مخفی منتقل می شوند. آنجا تحت آموزش‌های جسمی و روانی شدید قرار می گیرند. از رقص گرفته تا رفتار عاشقانه، از روش‌های خوشگذرانی گرفته تا وفاداری مطلق به رهبر. برخی از آنها تنها چند ماه دوام می آورند، برخی هرگز برنمیگردند. پشت دیوارهای کاخ مجلل پیونگ یانگ جایی است که فقط خاص حق ورود دارند. حرم سرای شخصی رهبر گفته میشه دخترها در لباسهای مخصوص طراحی شده توسط طراحان چینی و کره‌ای در اطراف استخرهای مرمر. سالن‌های ماساژ و اتاق‌های لوکس پرسه می‌زنند. بعضی از این دخترها برای شب نشینی‌های مخفی دعوت می‌شوند. آنجا کیم جونگ اون همراه با مقامات نظامی و سیاسی در محیطی به شدت امن و بسته با مشروبات نایاب و موسیقی زنده مراسم‌های عجیب برگزار می‌کند. افرادی که از آن جا فرار کردند گفته‌اند بعضی شب‌ها رفتارهایی صورت می‌گرفت که بیشتر به شکنجه و تحقیر شباهت داشت. تا مهمانی اگر دختری ناراضی بود یا خواست فرار کنه ناپدید می‌شد برای همیشه. اما پرسش مهم اینجاست چه بلایی سر این دخترها می‌آید؟ برخی از آنها بعد از چند سال خدمت با مبلغی پول و یک خانه کوچک در اطراف پیونگ یانگ بازنشسته می‌شوند، اما با یک شرط: تا آخر عمر نباید با هیچ کس در مورد گذشته‌شان حرف بزنند. عده‌ای دیگر اگر باردار شوند یا کوچکترین اشتباهی مرتکب شوند به اردوگاه‌های کار اجباری منتقل می‌گردند، جایی که هیچ کس زنده برنمی‌گردد. برخی دخترها در سکوت ناپدید می‌شوند، بدون قبر، بدون جسد، بدون هیچ ردی، انگار هرگز وجود نداشتند. حالا تصور کن در سال 2025 هستیم، دنیا پر شده از تکنولوژی، رسانه و حقوق بشر، اما در قلب آسیا یک رهبر همچنان دخترهای جوان را شکار می‌کند تا به حرم سرای مخفیش اضافه کند و هیچ کس صدایی بلند نمی‌کند. شاید چون جهان از بمب‌های اتمی کره شمالی میترسه، یا شاید هم ترجیح میده این رازهای تاریک هیچ وقت فاش نشن. اما تو که این ویدیو رو دیدی حالا میدانی که پشت لبخند سرد کیم جونگ اون یک امپراتوری از ترس شهوت و جنایت پنهان شده. آیا روزی خواهد رسید که این دخترها آزاد شوند؟ آیا حقیقت روزی فاش خواهد شد؟ فقط زمان جواب خواهد داد. چینل ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فشار دهید و برای حمایت از ما ویدیو رو لایک و شیر کنید. Subscribe to my channel and also press this bell icon.